دهلیزی که شما میبینید دود سوختاری رستورانی معروفی به نام якасарой هست که در همه خیابان نعمت قرباев در نزد بینای شبک آزاد گرژکا جایگیر است و عین حال چنانه که شما میبینید این بینا با پررگی بینا را آتش فرا گرفته است و کارمندان آتش نشانی در یک چند ماشین نقلیات آمدند و در پی خاموش کردن این آتش هستند. مردم زیاد نیز در کنار این بینا علاقه جمع شده است. یاد میشیم که тарафхонаи یا تویخانه якасарой عبارت بود از رستوران، ویب رستوران، تالار مبل استقبال و تویخانه معروف به نام якасарой که مردم در اینجا توی و مرکه های خود را میگذراندند و امروز این بینا با پررگی و کامی آتش رفته است و عین حال ما نزدیک میشویم به این بینا و کوشش میکنیم از نزدیک و شما این منظره را نشان دهیم. البته منظره تماشاباب نیست، البته یک وحشت است، یک آتش بسیار هم ترس‌آور است. خب احتمال نه با گمان غالب خب سبب‌های آتش معین کرده میشوند تا حال و تا این لحظه کارمندان آتش نشانی با پررگی و خاموش کردن آتش مشغول هستند و از آزیا پلوس خبر نگیر آژانس آزیا پلوس من هیچ جا نمیروم اکا جان من قد میگذارم و من خبر نگیر بخشید. خب کارمندان آتش نشانی پورا با من خاموش کردن آتش مشغول هستند. برای اینجا عین حال یکچند اکا جان دشنام نکن من خبر نگیر دشنام نکن اکا جان دشنام نکن مایل خبر نگیر اکا جان من خبر نگیر. خب شاید مالکان این مغازه هستند که مالکان این طرفخانه هستند که نمیخواهند ما این لحظه ها رو به نوار بگیریم، ولی به هر صورت من سعی میکنم که این منظره ها رو برای شما نشان دهم. نزدیکتر با من بیایید که خبر نرسانه خب دیده میشد که کارمندان آتش نشانی با تمام هستی سعی دارند که این منظره این آتش رو خاموش کنند. بینا با پررگی به کام آتش رفته است. دیده میشد که متاسفانه اون نقلیاتی که تا این زمان کارمندان سوختار خاموش کنی آوردن بسندگی نمیکند. قسمی از آدمان در جانب دیگری این طرفخانه مبل ها را از داخل مغازه برآورده ایستادند. خب مردم در این لحظه ها سعی میکنند که به صاحب ملکان این مکان کمک کنند تا که آنها مال و اشیاهای خود را از این مکان بیرون کنند. کارمندان آتش نشانی از مردم خواهش میکنند که به محل آتش نزدیک نشوند، زیرا به حیات آنها میتواند خطر داشته باشد. خب این لحظه یکی از کارمندان آتش نشانی سخت از مردم خواهش دارد که با قسمت دیگری مهمانخانه طرفخانه якасарой نزدیک نشوند، چون که قسمت دیگری علاقه آتش گرفته است. خب مردم با تمام هستی سعی دارند که مبل ها و آن اشیاهایی که از اینجا نجات داده می شود آنها را دور نرد. حالا باشد دوستان عزیز، بدون شهر ما این منظره رو برای شما نمایش میدهیم. بازم تکرار میکنم منظره دیدنی باب نیست، به هیچ صورت خدا به هیچ کس
این روز رو نیارد. خداوند حفظ کند همه شما رو از آن جمله از این گناه بلاها. به هیچ یک نفر چنین تقدیر چنین قسمت مثلا نصیب نکند خدا. سلام اکا جان، ما خبرنگارو از آژانس آزیا پلوس. البته ما هم با کارمندای میلیسی هم نشون دادیم، با شما هم نشون میتیم اکا جان. مرحمت. خوب اکا جان. دوستان عزیز، آتش از قسمت رستوران یکاسارای با اکا جان ما همدردی رو قبول اکا جان. وظیفه خودمون رو میگن، شما وظیفه خودمون رو بکنید. این حجت میشود اکا جان، حجت برای شما در کار میشود. با خدا برای شما خودتون در کار میشود. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، حداقل 7 یا 8 ماشین آتش نشانی سوختار خاموش کنی در این مکان عین حال قرار دارند و دیده می شود که با این وجود این قدر زیاد بودن ماشین ها حالا هم مجرای آتش گرفته نشده است. برعکس آتش از قسمت راست بنا به قسمت دیگر به قسمت تالار مبل که اکثرا مال و اشیاءهای تیز سوزنده جایگیر هستند انتقال می یابد. دوستان عزیز، یادرس میشم که سوختار در طرفخانه و تویخانه یکاسارای تقریبا نیم ساعت پیش شروع شد. این از قسمت رستوران آغاز شد و عین حال با قسمت دیگر با قسمت تویخانه و تالار مبل استقبال انتقال یافته ایستاده است. Boşta bad avul mi burada? Sizce avul.